از این بعد در تاجیکستان چنین فیغان و نحوکشی و رویکنی و مویکنی هنگام مراسم وداع منع است. پوشیدن لباس سیاه را نیز اجازت نمیدهند و زنان هم نباید با ناله و فریاد از پس تابوت از حولی بیرون شوند. در ترتیب رفتار هنگام دفن و تعزیه که چند پیش نشر شد آمده است، بهتر است انسان خود را با گریه و اشکریزی خاموشانه تسلی بدهد. مقرراتی که به گفته بعضی ها اجرای آن امکان ناپذیر است. همه قانونشکنی خواهند کرد. پدر ذوقبک صالح ها چند هفته پیش درگذشت. او میگوید هیچ دستور شاید نتواند در دو غم انسان را فرو نشاند و ناله اش را پست کند. پیغمبر خدا وقتی که فرزندش ابراهیم وفات کردند، پیغمبر ما صلی الله علیه و سلام اشک ریختند. یعنی اشک ریختن درست است، ولی کنترل کردن این خیلی کار مشکل است و شاید هیچ قانون و اگر جریمه هنگفت هم داشته باشد نتواند که پیش این راه این کار را بگیرد. مقامات میگویند هدف دستور راهنمایی مردم است که گاهی در مراسم عزا حتی نوحه‌گر حرفه‌ای دعوت میکنند تا صدایش در تمام ده شنیده شود. آنچه که در ترتیب مذکور گردآوری شده است همه موافق به طلبات شریعت اسلامی، مخصوصا طلبات مذهب حنفی است که اکثر کل مسلمانان کشور ما پیروی این مذهب هستند و چنین یک طلبات به میان آمد در سالهای آخر که باید چنین یک ترتیب به صفت یک راهنما، یک دستور برای مسلمانان کشور تهیه شود تا آنها توانند در دایره آن و با رعایت نمودن بندهای علاهیده آن مراسم‌های دفن عزاداری خود را برگزار نمایند. با گفته مقامات هدف جلوگیری از مبالغه و اغراق در مراسم دفن و عزا است که بسیار به نظر می رسد. دیگران دستور نو را ادامه مداخله به زندگی خصوصی مردم می شمارند که قانون اساسی منع کرده است. روانشناس محمدالله دولت‌ها بر این است که انسان باید ضمن هر مراسم احتیاط کند تا به دیگران آسیب نرساند. چون که این حالت روانی خیلی سخت شدید است، اینجا همیشه به نظر گرفتن لازم است که یک حالت پرشدت روحی است که انسان موقتاً یک لحظه خودش را نمیتواند زیر نظارت بگیرد. پیش از قبول ترتیب مراسم عزاداری در تاجیکستان، قانون تنظیم رسم و آیین را سخت‌تر کردند که دیگر اجازت نمیدهد در چنین مراسم چاروا ذبح کنند و به حاضرین مراسم غذا بدهند. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.